24 ساعت فقط غذایتون. خب بچه ها الان ساعت چنده؟ 14:23 2:23 است و از الان تا فردا 2:23 چالش ما شروع شد. تندترین شیشه رو بدم بالا. 24 ساعت تندترین غذاهای دنیا، یعنی قراره واقعا بسوزم و من کلا با تندیجات مشکل دارم. یه ذره تند باشه یعنی اذیت میشم و این چالش رو باید برم. بچه‌ها الان باید بریم یه سوپر. حالا دیگه اینجا وایسا برم یه سوپر ببینم چی داره. برو بریم. نوکه تندشو ندارین؟ آره اینا داریم. گذشت ای بابا تندشو بخواستم. باشه مرسی. رفتیم داشت ولی تاریخ گذشته بود و گفت نداریم درسته که بریم یه جا دیگه. سلام نودل داریم؟ این چیه؟ گوشت. آها گوشت اینه. بالاخره بعد یعنی خیلی گشتن تونستم پیدا کنم. نودل تند گرفتم، 2 تا چیپس تند که بریم اینا رو برای نهار بخوریم. یعنی فکر کنم بدبخشم. تازه تو نودلش هم میخوام سس تندم بریزم. یعنی واقعا از تندی بدم میاد، سخته. برو بریم. خب بچه ها رسیدیم و بریم اینا رو درست کنیم و بخوریم. واقعا سخت بود. بعد هوا خیلی گرم شده. الان شهر ما تهران 20 درجه است. شما بنویسین شهرتون چند درجه است حتما. و واقعا گرمه دیگه نسبت به آخرای زمستون. بریم. کجای قصه ای خاتون. بچه ها خیلی گرمه و حالا اینجا توجه نکنم باشگاه میخونم فوتبال. کفشینام اینجا سر زد توجه کنم. ببینیم چجوریه. خیلی داغه و منم یه ذره سرما خوردم گلوم نمیم چجوری با اینو بخورم. بریم بخورم.
بخور. بچه ناهار رو خوردیم، یعنی دارم میمیرم. خیلی تند بود و الان ساعت چنده؟ 3:35 و من تا 1:06 میمونه 2 ساعت، نه دیگه 2 ساعت و 10 دقیقه اینا باید برم فوتبال، مسابقه داریم. و بذار من همینجا که نشستم بیکار نشینم، بذار کرانچیمون رو بخوریم. نباید دست از تند خوری برداریم. تند خوردن، تند خوری، نه اینکه تند بخوری، تند خوری. خب این کرانچی خوشمزه است، یعنی من دوستش دارم. اوکی. اوه داره شروع میشه. داره شروع میشه. وای مثل برم شاید جان سخت رو نگاه میکردم، مثل من رو نگاه کنم باهاش این کرانچی رو بخوریم. برو بریم بچه ها. رفتم الان فوتبال، اومدم ساعت تقریبا 7:30 ایناست و بچه ها فینالمون رو باختیم، دوم شدیم. مدال رو گرفتم و نقره رو گرفتم، ولی برام زیاد مهم نی. اصلا اعصابم بد خورد شده. بعد اصلا حوصله شامینا هم ندارم، یعنی برم شامتون بخرم و اینا. همین چیپس میپس رو میخورم. اصلا شامم رژیم باشم بهتر. و اصلا مغزم خیلی ناراحت. بچه ها دارم میسوزم، خیلی تونه. تونه. به عشق خودتون دارم میمیرم. آجی من ماست بخورم دارم میمیرم.